عرض ادب و احترام، با معرفی یک دستگاه متفاوت در خدمتتون هستم. دستگاه آیکاس که بسته‌بندی دستگاه به این صورت، با هم دیگه محتویات درون بسته‌بندی رو می‌بینیم. خب ظاهر جعبه دستگاه که بهتون دارم نشون میدم و می‌ریم برای آنباکسینگ و نشون دادن محتویات درون بسته‌بندی. خب بسته‌بندی رو که باز می‌کنیم، این قسمت خود دستگاهه که به این صورت. تو این قسمت این که کاتالوگ دستگاه طبق معمول، آداپتور شارژ، کابل شارژ و یه وسیله مخصوصی داره برای نظافت داخل دستگاه که بهتون نشون میدم. دستگاه به این صورته. این دستگاه در حد 9 هست. از طریق این دگمه ها حرارت دستگاه و میزان توان دستگاه تغییر پیدا میکنه. از این قسمت بالا سیگار هیتس یا هر سیگار دیگه‌ای که برای این دستگاه رو میتونید در اینجا قرار بدین. به موقع